سلام و وقت بخیر به خدمت شما دوستای نازنین. خوشحالیم که یک شب یا روز دیگر فرا رسید که به خدمت شما باشیم دوستای نازنین. عید هم برای شما تبریک میگیم. اگر یکی دو روز هم فکر کنم از عید گذاشته، خیلی تبریک باشه. خدا کنه که همیشه به خوبی و خوشی سپری کرده باشیم. دوستای نازنین، ما آمادیم داخل بازار. انا می‌بینیم که بازم میوه‌دونا همیشه هر چی که فکر کنیم با سرعت فروش داره و مشتری‌ها زیاد هم نام خدا. به خاطر که همین روزام عیده بازم خرید خور مردم میکنم. از شما هم خواهشمندیم که همراه ما باشیم، ما تنها نگذاریم. لالا جان سلام. سلام علیکم. ساعت شما خوبه؟ بخیر باشین، زنده باشین. قربان شما. ایر برا را معزمه بودک. نیش جان شما، خود شما. سلامت باشین. اگر شما از اینا به کسی ما میکردیم نمیگفتیم. قابل شما نداره. تشکر از لطف شما. نام شریف شما؟ بنده بشیر احمدک از کاسبکارا شهر ایلات. خب نام خدا یک ذره خیال و مالتا و سیب اینجا خرند کردیم. اینا کلا هم از شما نه از همسایه‌ام است. یا خودمون از شما هم است، قابل نداره. قربان شما، تشکر از لطف شما. خب شریک داریم یا تنهایی؟ جان از خودمونه، تنهایی. میفهم. بله. یعنی شراکت کسی نیست؟ نه ان شاء الله نه. تنهایشته اینا رو میتونیم بفروشیم. خواست خدا باشه هنوز دیگه شو دیگه نماشون میخرم به خیر، خواست خدا باشه. خب امسال وقتی که یک شخص میای به پیش شما چی رقم چیری از اون میبینیم که شما میوه دانه میخره؟ به خاطر که جنسا خیلی واقعا گرون شده. نخرا بالا برفته، وضع مردم خرابه، کار غریبی نیه. کیسا مردم کمی خریدتره، مجبور خود مردم را بیاین. چاره دیگه نداره. به حساب قانونی که برای شما دقیق خیلی پاک باشه، 1 کیلو پرتقال بعد شما چند فایده بخوره؟ 5 روپیه. همین تا اون دست بعد بشین 5 روپیه بعد فایده بخوره. خب 5 روپیه با کسر اینو نداره. همین تو جواب است بدن کسر نداره. اگر کیلویی بفروشیم مگر کیلویی بعد کیلو 10 روپیه فایده بخوره. که خرید کنه منطقه بخوره چینه کیلو 10 روپیه. بسیار خوب. به می عمر خود سوء استفاده هم بکنیم. ان شاء الله تعالی که ما سوء استفاده نکنیم کسی. سوء استفاده کار خوبیه؟ نه کار بعدیه. تشکر از شما. قربان شما. زنده باشید. بخیر باشید. دوستای نازنین، فقط جا شما خیلی سبز باشه. هرچی که ما به این مسیر دور میزنیم فقط بوی عطر سیب و مالتا و کیله و دیگه چیا بگم کیوی و ایت چیزایه. در کنار ما یک برادری هستم. اول که ما سلام داریم خدمت شما، بعد ما برای شما از طرف خود تبریک میگیم عید سعید فطر. شما نام شریف برام بگید. محمد. خب اینجا که استادیم مشتری یا شما نه؟ مشتری یا خودمونه. مشتری می سیدان. اینا جنس ها شما خودمونه. بله. خب امسال بگیم گپ بزنیم که تا میوه مقبولی هم داریم. بله. اینا کیلو چند بخریدیم شما کرید بس کیلو چند میفروشید؟ اینا به 60 روپیه بخرید کرید بعد به 70 روپیه بدید. خب گرون نیه به نظر شما؟ دیگه گرونه، محصول بالاه بس اینجا میاد میدون بار گرونه. خب اینا از کدوم کشور میاد که محصول؟ از ایران میاد. خب ایران کو تمن کو خیلی ارزونه. چرا؟ خب به تمن کار محصول کلی 15 روپیه محصول میشه اینا. خب اینا متأکد میخره و کرایه دکون و ایباری برداره همین دیگه. خب به خاطر عید شما چند کرید بر رو هم سیب و مالتا و کیلر آوردیم اینجا؟ ما نقدی 300 کرید میداد. یعنی به می روزا عید میفروشیم؟ بله دیگه میداد. شما تا صبح هستیم ما دیگه. روز عید هم هستیم. دوستای نازنین، اگر ما فکر کنیم که برای دیگه چیزایی نریم به مثل می برادر که میگم ما شو روز اینجا به داخل می سرک میوه میفروشیم، چی خوبه که هر شغلی که ما و شما داریم همور بروز صداقت کار کنیم، رد امور بگیریم، از این بریبر و از کار خدای نکرده بعد فکر کنیم که چیزی با ما فایده نیه. این پول از این واقعیت علار هم هسته، به خاطر از این که اینا هم افته و هم جای ندارم به داخل بازار بسا دارم یک لقمه نون حلال بخو پیدا میکنم. لالا تشکر از شما. شما تشکر. قربان شما. سلامت باشه.
دوستای نازنین، اگر من اطلاع دارم یا شما اطلاع دارین که تنها کوهای افغانستان فکر کنم که این رباش که داشته باشه، رباش که پلورده، اینا که ما خود شخصا انشاءالله ما دعوت کردن که ما این به عید بریم به این منطقه از اینا که اینا را از این جلنگ میکنم، باز انشاءالله برای شما به تصویر میکشیم. انا آمادیم که سر از این چرخا سعی کنیم که یک مسیریه که تنها کلان غیر از میوه تازه دیگه هیچ چیزی نیه، حتی اگه یک نون خشکم خیلی گشنشیم پیدا نمیشه. دوستای نازنین، خدا کنه که تا این لحظه برنامه برای شما خسته کن نبوده باشه. ما داخل بازاریم، به یک جاده که نام نمیبریم به خاطر از اینکه به شما جالبتر بشه. تنها فقط میوه فروشای هم میوه تازه، مقصد از اینه که میوه کو چند رقم خشک‌تر، فقط میوه تازه این جگاه، این مسیر از هم سیب، مالته، آلو، بغلی، فلفل دیگه توت فرنگی که هر کدوم برابر تخم مرغه. نام خدا واقعا امیت امسال از این که بارندگی هم بشده شکر داریم که امیت دیام خوب سرسبزه. لالا جان سلام. سلام بخیریم، ساعت شما ساعت شما خوبه؟ شکر بالله. عید شما مبارک. عید شما مبارک، بخیریم، سعادتمندیم. زنده باشیم، سلامت باشیم. از این بساطا گپ بزنید که چند بساط از شما نه؟ از این بساطا 6 تا. نام خدا. شما چی رقم پهلوانی بدین که 6 بساط تنها میچلونیم؟ بله دیگه چیکار کنیم، 6 بساط برای ما کم هم هست فعلا. ماشاءالله. خب شاگرد داریم یا خلیفه؟ بله شاگرد داریم. خب خود شما خلیفه ای؟ بله. خب گپ بزنید که ماه مبارک رمضان، از اینکه شما روزه هم داشتیم از هفته و سرخ بدیم 30 روز ماه مبارک رمضان، چی رقم بال شما سفری شد؟ خدایی تا فعلا خوب بودم، امروز خیلی گرم بود هوا. خب امروز خیلی گرم بود. امروز هم که ایده، البته امروز هم روزه داریم. نه امروز روزه نداریم. خب خیر باشه، اینا به حواسم از صبح مثل گنون نخوردم، به حواسم ماه مبارک رمضان میدم. لالا جان، میوه خشک که ما از برادرها پرسان کردیم خیلی به کل به اوج خود رسیده بود، گپ بزنید که میوه تازه اشتن. میوه تازه هم میده قیمت فعلا امسال. نه اومده خیلی کمه. خب از حساب توت فرنگی و سیب و مالته گپ بزنید کدوم میوه یا کیله کدوم بیشتر قیمت داره؟ کیله قیمت بیشتر داره. به چند کیله کیلو 120 روپیه است. ما که 30 سال میشه می کیله از 120 نمیشه، نه 105 میشه، نه هم 115. خب گرونه دیگه فعلا. امارات اسلامی میگه چیز بالا کشیدن دیگه، چی میگم، گمرکی بالا کشیدن، کیلو 20 روپیه 30 روپیه هر کیلو میوه گمرکی میخوره. فعلا گرونه. خب تشکر از شما. زنده باشیم، خیر باشیم. امر خدمت دیوار ما شما. تشکر. خداحافظ، شما بخیر. دوستای نازنین، شبای عید بازم برای شما تبریک میگیم. داخل موتر برادرای امارات اسلامی هم ما اینا از زبان خود برای شما تبریک بدم. عید سلام علیکم، خوب هستیم، بخیریم، خیرتیه. ما تبریک عید بر کل مردم شریف ولایت هرات تبریک میگیم. خداوند بکنه که با همه عید با خوشی با مقبولی هم دیگر تیر کنیم. خوش باشیم. بسیار خوب. ما دوست دارم که به زبان پشتو هم شما تبریک بدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د هرات ټول مسلمان ملت ته موږ د اختر مبارکي وایو درلکم. الله تبارک و تعالی دې وکړي چې د اختر په ښه خوشحالۍ او په ښه خوښ د هرات خلک تیر کړي او ان شاء الله د افغانستان اسلامي امارات مجاهدین دوی څه د امنیت تدابیر ان شاء الله ښه ورته نیولي دي، په خدمت کې دي. تشکر از شما. گپ بزنین که روزای عید چی رقمه، شما وظیفه داریم یا استراحت میکنیم؟ نه، برای روزای امروز قماندان صاحب امنیه حاجی صاحب یاسر امروز جلسه داشتک بر کل آمرین حوزه معاونین حوزه انمی پیغام داشتک تا 3 روز عید هیچ کدومشان نه به خانه بره، داخل حوزه خان امنیت مردم خود بگیره.
ما داخل حوزه هستیم، داخل منطقه خود امنیت مردم خود میگیریم. تشکر از شما واسه که راه بند شده. قربان شما. تشکر. دوستای نازنین، خدا کنه تا این لحظه برنامه برای شما خسته کن نبوده باشه. بازم طوری که پیشتر گفتم ما داخل می جاده ایم که تمام میوه اینجا موجوده. البته میوه تازه. در کنار ما صوفی صاحب خوش لباس، خوش تیپ، خوش قیافه در کنار ما هستم. از اینا خواهشمند که نام مبارک برای شما بگم و تبریکی عید درم برای شما بدم. سلام علیکم. سلام از ما. عصر شما بخیر. ماه مبارک رمضان خوب و خوشی سپری نموده باشیم ما و شما و جمیع امت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، بالاخص مردم عزیز ایران، مردمان با فرهنگ عزیز ما. ان شاء الله العزیز ماه بسیار شریف و مبارکی بود. آمدیم موضوع سر میوه ها و اینا رو پرسان کردیم شما. بله. البته گرچه ما از مملکت خود فعلا چیزی نداریم، همگی صادرات وطن که میایه، از خارج از وطن میایه و ما بازم فضل خدای الحمدلله بازم چیزی خریده میشه. اگرچه میوه تازه و میوه خشک و اینا دا اندازه مردم راضی ان. اقتصاد وضعیت یک کم ذره ضعیفتر هست. الله متعال رحم کنه، خداوند به مملکت ما شما رحم کنه که تا یک ذره سر پای خوب است که این مملکت وضعیت اقتصادی مردم خوب شه بخیر. ان شاء الله بازم خوب و فضل خدا مردم راضی، همگی راضی مردم تا اندازه در طفیل ماه مبارک رمضان، ماه با برکت، ماه با خیر، ماه رحمت پروردگار. ان شاء الله خداوند همه ما شما صحت و سالم داشته باشه که مردم ما همگی ان شاء الله خوشحالن، زنده باشیم، سلامت باشیم. خود شما فعلا به داخل بازار برای چی آمده؟ ما آمدیم یک کم میوه تازه بگیریم صاحب. خب خشکار بگرفتیم. میوه خشک بستونیم. بله. خب حدوداً از پارسال اگر به یاد شما باشه، شاید پارسال یا شما گرفتیم یا فرزند شما. بله خود ما گرفتیم. تا به حال همین سفره که به نظر شما داریم چند فرق کرده می کل مواد طبعا فرق بکده. مثلا پسته بود به 600 روپیه به 1950 و 800 شده. اونایی که کمک گرون فروشتر هم 1100 میدم و 1000 روپیه میدم، 1050 میدم. مونتا پارسال بود 600 600. بادام بود مثلا 450 روپیه 500 بادام درختی، امسال هست 700. طبعا 100 200 روپیه در کیلو فرق آمده. همه چیز هم حساب کنیم، مثل نخود و مثل کشمیش و مثل چی و تخم اینا یک چیزی فرق بیامده سر نخرا. طبعا تاثیر میکنه. اگر پارسال بنده خدا 4000 یا 3000 یا 5000 روپیه میستون، امسال مجبور امور 7000 بستونه، 2000 1500 در این فرق میایه. هیچ دل نداره، چون ما خود بستونم دیروز استونم میفهمم که 2000 1500 فرق میایه سرسی. بسیار خوب. به سوال شما، یک دکاندار شاید کم میگیریم 10000 افغانی یک دکان کرا میده، یک بشکه روغن را اگر میفروشه 20 افغانی فایده میخوره. شما میگیم یک سدی به 1 کیلو میوه فرق کرده، آیا این سوء استفاده نیست؟ نه، میوه خشک است. اصل میوه که ما پرسان کردم از دبی میایه، مثل فندق، مثلا کاجو از هند میایه. از کجا میایه؟ این میوه کرایجات از اینا زیاد میخوره. از قرار شنیدن کسی گفت من امسال مثلا 100 چند لک روپیه میوه خوش خریدم، چند لک از کی خریدیم؟ گفتی از دبی آمده به ایران، از ایران آمده اینجا کرایه زیاد خورده، او مسیرها کرایه میخوره. اینا فکر نکنیم که دکاندار و تاجر اینقدر استفاده برن سرسی. مثلا تاجر که از اینجا وارد میکنه، گمرک ایران داره، بندر عباس گمرک داریم در افغانستان، اینجا میای گمرک میخوره، بعد زوباز کرایجات گداما داره، بعد زوباز شاگرد داره، کارگر داره، خدمه داره، اینا همه که مصارف دارن. نه همه که روزی که میندازه پام اگر بزو کیلو داری به 5 پامونه او یک عالم پول بزو، چون بسیار واردات از او زیاده. بعد از میای دست دو که به کسایی که 100 تن و 50 تن اینا رو میوه خشک از اینا میستونن، اینا اگر به کیلو 5 روپیه 10 روپیه میخورم باز اینا هم خوبه، چون اونده میبرن. مثلا هر کس میبره. میای مثلا دکاندار که 10000 کرا داره یا 15000 کرا داره، بازی 20 روپیه 30 روپیه 50 روپیه اگر یک وقت فایده میخوره 20 روپیه بی انصافی نیه از نظر من. واسه از کرایه این ساعت شهر گرونه، 20000 25000 15000 کرایه از اینا. اگر به ساعتیام ارزون تر بده از اینا مردم تقاضا داره، واسه از که اینا کرایه ندارن. مثلا این میوه خشک میوه تازه اینا میارن به کیلو 10 روپیه 5 روپیه از اینا فایده کنه، اینا بعد دور عرضه کنن به مردم که وضعیت اقتصادی مردم کم ذره ضعیف‌تره.
مردم هم بتونن مسلمان ها هر کس از این چیز استفاده کنه. من مقصد معزی بود که دکاندار گفتم کرام ده و مصرف داره به یک بشکه که 1.5 افغانی قیمت اینه 20 روپیه میخوره به 600 افغانی. ما مثال زدیم که همین 5-6 روز در روز اگر سوء استفاده بعضو شخصا نکنم که 100 افغانی مثلا قول شما 600 سعی کنیم 1000 افغانی سعی کنیم که خب اینو از قراره که من شخصا معلومات گرفتم اینا میگن میوه در اصل گرونه، میوه خوش. ما از اینا چیکار چی من دیروز خود من بنده خدا رفیق من بزرگ گفتم این پارسال بود مثلا به 5.5 صد بادام امسال به 700 گفت با ما همون فایده 10 روپیه 15 روپیه بیشتر نیست در اصل گفت گرونه. من عرض کردم که مسئله کرایجات، مسئله گمرکات، مسئله کارگر، گدام‌ها اینا همه که سر از این انداخته میشه، انتقالات بعض بازار عرضه میشه. نه مسئله روغن سال 12 ما همون روال خورداره فکر شما باشه 10 روپیه 20 روپیه خورد دکاندار فایده میخوره ولی میوه ازید بزید ما شما استفاده میکنیم فکر شما باشه. طبعا دکاندار اینجا کیلو 1000 هم با ما بمونه کیلو 1000 باید دکاندار بمونه. خیر بسیار خوب. صحبت‌های شیرینی داشتیم حتما بینندام پسند کردم چون برنامه ما جهانیه حتما لذت زیادی بردم از این صحبت‌ها شما. خوشحال شدیم. زنده باشیم. شما همچنین خداوند با شما توفیقات مزید بیشتر بده که همراه همشهری‌ها دید بازدید کنیم وضعیت اقتصادی مردم بروز بدیم که مردم بفهمه تا دولت امارت اسلامی اینا هم یک توجهی در سطح مملکت ما، در سطح کشور ما، در سطح ولایت ما داشته باشند. از حالت مردم مثلا شارولی وظیفه داره، دیگه ارگانا وظیفه‌ای دارند که اینا هر کدوم متوجه شن که وضعیت اقتصادی مردم بفهمن. بلکه امید به خدای دست به دست هم بدیم تا الله متعال همه مشکلات ما را حل کنه. موفق باشید. سلامت باشیم. مننه کورمدان. بخیر باشید. دوستای نازنین این بود برنامه امشب تا فردا شب که کجا نصیب و قسمت باشه. روزای عید و غیر عید برنامه ما ادامه داره. شما به الله پاک میسپاریم. سابسکرایب و لایک و شیر و فلان اینا حیات شما نره دیگه. ما فقط به می کار شما نیازمندیم. حتما ما حمایت کنیم. تشکر از شما. با عزت باشیم. خداحافظ و نگهدار شما.